فرانسا بودن یه دنیای دیگه. یه چیز باشه که دلم براش تنگ شده باشه، نشستن روی سکوست. آدم واقعا همیشه امیدواره، یعنی این دلیل این امیدوارن واقعا چیزی جز هوادار نیست. امروز شاهکار بود، یعنی امروز من واقعا یاد بازی لیگ برتر بعد چندین سال که خودم روی سکو جایگاه اچ می نشستم. یه چیز حقیقتش رو بگم، به نظر من اصلا هوادارهای داماش تیفوسیا اینا از وقتی اتفاقا دیگه تو لیگ برتر نبودیم سطحشون بالاتر هم رفته. حتی نظام میکردن که آقا این تیم، این هوادار واقعا عجیب غریبه. من برای دل من بهترین دنیاست، ولی تو ایران حداقل جزو 4 تا اولیم بلا استثنا. دم همشون گرم. امروز بی‌نظیر بودن تک تک اونایی که اومدن، فوق العاده بودن تک تک اونایی که اومدن. من به عنوان کسی که آرزو دارم دوباره بشینم رو سکوها، حدود بیش از 10 سال من روی سکونا نشستم. واقعا هر روز دلم تنگ، واقعا دمشون گرم، واقعا دمشون گرم. من درود به شرف تک تکشون. من خیلی کیف کردم امروز. ورزشگاه کیپ تا کیپ پر بود. آرزو دارم دوباره بشینم. واقعا هر روز دلم تنگ، واقعا دمشون، هر روز دلم تنگ، واقعا دمشون. همیشه یه بخشی، یه بعدی از من میخواد بین اونا باشه، دوباره بین اونا باشه. به خاطر یه سری اتفاقات نامعلوم ما فعلا به بیرون زمین هدایت شدیم. پس جایگاه خبرنگار رو سعی می‌کنیم بقیه بلاگو بگیریم. حیف من خواستم بیایم نیمه یکم بیشتر از هواداراتون بگیریم. فعلا شرایطشون میسر نیست. ببریم و ببینیم. یه آدم دانایی گفته بود همیشه تهدید و تهدید به فرصت. سلام.
یه روب دیگه مونده، فقط یه روب. میشه گل نخوریم نبازیم. ماشاءالله امیر حسین. چیزی پشت همه اینا یه هوادار بودن. واسه همین آدم نیازه که زیاد توی نقشش فرو نره و بعضی اوقات هدفش رو به یاد بیاره، بعضی اوقات تو همون شرایط دوباره قرار بگیره. و فکر میکنم که این بازی دلم میخواد دوباره تو اون شرایط قرار بگیره. میخوام برای این بازی این دلتنگی رو از بین ببرم.